به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد.